اگر اولین باره که اینجا میای باید بگم ما اینجا به داستان‌های جنایی، ترسناک، قاتل‌های سریالی و پرونده‌های از این قبیل میپردازیم. پس اگر تو هم به این موضوعات علاقه داری دکمه سابو بزن تا اولین نفر از ویدیوها مطلع بشی. بدون معطلی بریم سراغ پرونده. امروز من میخوایم به زندگی یک قاتل سریالی به نام اد گین بپردازیم. این آقا توی یه دهکده کوچیک واقع در ویسکانسین به دنیا آمد. شخصیتش و کسانی که حالا توی اون محله بودن با اون زندگی میکردن و میدیدنش اینطوری توصیف کردن که وقتی اون رو میدیدی تو نگاه اول به هیچ عنوان فکر نمیکردی که چه کارهایی ممکنه از این آدم بر بیاد و تنها حسی که از اون میگرفتی این بود که اون یه آدم تنهای بیچاره ژولیده و بدبخته. همه میگفتن که اون یه آدم ترحم برانگیز بوده. به هر حال اون توی زندگیش همیشه یه آدم منزوی بوده و ازدواج هم نکرده بود و دلیل این انزوا طلبیش هم احتمالا مادرش بوده که یه آدم مذهبی سفت و سخت بوده و ظاهرا از زمانی که اد بچه بوده اون خیلی روش تاثیر داشت. به همین دلیل زمانی هم که مادرش فوت میکنه اد به زندگی قبلی خودش، یعنی به شیوه قبلی که دوست نداشته با کسی در ارتباط باشه ادامه میده. تنها زمانی هم که حتی با همسایه هاش روبرو میشده وقتایی بوده که بهش یه وسیله میسپردن که اون تعمیر کنه یا بچه هاشونو برای چند ساعتی به اون میسپردن و میگفتن که از بچه‌مو پرستاری کن و در ازاش بهش یه پولی پرداخت میکردن. اد برای خودش یه خونه مزرعه‌ای داشته که کلبه مانند بوده و کل اهالی محل میگفتن که اون کلبه تسخیر شده است، اما به هر حال اکثر روزا رو اد اونجا زندگی میکرده. اون تایمایی که گفتم همسایه ها بچه هاشون رو میسپردن به اد، بچه ها همیشه وقتی که برمیگشتن خونه به خانواده هاشون چیزای عجیب و غریبی میگفتن و میگفتن مثلا توی خونه اد یه چیزایی هست مثل ماسک اما انگار با پوست صورت آدمه، ولی خب هیچ کس باور نمیکرد. یا مثلا میگفتن ما توی خونه اد سر آدم دیدیم ولی بازم کسی باور نمیکرده. از اونجایی که همه اهالی فکر میکردن، توی تحقیقاتی که من انجام دادم نوشته بود تمامی اهالی فکر میکردن که خب اونام حتما جزو همون وسایلیه که اد برای هالووین میگیره. یعنی اد همیشه تزیینات ترسناک دوست داشته، به اشیای ترسناک علاقه‌مند بوده و خب اونا طبیعتا فکر میکردن که بچه هاشون هم همونا رو دیدن. به خاطر همین به این موضوع اهمیت نمیدادن و ازش ساده میگذشتن تا اینکه بالاخره توی یک روز شوم در سال 1957 مردم به این موضوع پی بردن که تموم این مدت حق با بچه های پلینفیلد بوده و یه هیولا بین اونا داشته زندگی میکرده. توی نوامبر همین سال 1957 چه اتفاقی میافته؟ آقای فرانک وردن که یکی از اهالی اونجا بوده رفته بود که گبز چه کار کنه. زمانی که داره برمیگرده میگه سر راه هم برم به مادرم سر بزنم. حالا مادر این آقا اسمش بریس بوده و یک فروشگاه داشته. زمانی که این آقا وارد مغازه میشه میبینه خب در باز بوده اما مادرش توی مغازه نیست. یکم منتظر میمونه، میبینه که نه خبری نیست و اینجا میفهمه که خب وسط روز مادرش هیچ وقت پیش نیامده بود که در مغازه رو باز بذاره و خودش توی مغازه نباشه. به خاطر همین شک کرد و بهش یه استرسی وارد شد و فهمید که یه چیزی این وسط اشتباهه. تصمیم گرفت بیشتر چک کنه مغازه رو تا شاید یه چیزی که به درد بخوره پیدا کنه. وقتی که چشمش خورد به زمین دید که رد خون از وسطای مغازه تا در پشتی کشیده شده. بلافاصله با کلانتر تماس میگیره. کلانتر شلی هم توی کمتر از 10 دقیقه خودش رو به محل میرسونه و فکر میکنن که باید دنبال چه چیزی بگردن تا بتونن به عنوان سرنخ از اون استفاده کنن و میبینن که فاکتور فروش گزینه خوبیه و میرن سراغ فاکتور فروش ها، چک میکنن و میبینن که آخرین نفری که از مغازه خرید کرده آقای اد گین بوده که یک گالون ضد یخ خریده. اما خب کلانتر اصلا نمیتونست باور کنه که اد گین همون آدم
آروم و گوشه‌گیر و کمرو که همه میشناسنش بتونه توی یه آدم ربایی دست داشته باشه. با این حال بنا به وظیفه باید تنها سرنخی که از این ماجرا داشتن رو دنبال میکردن، حالا چه تهش به نتیجه برسن و چه نه. برای همین کلانتر به همراه یکی از همکاراش حوالی گرگومیش هوا که دیگه دهکده داشت رو به تاریکی میرفت تصمیم میگیرن که برن به همون کلبه‌ای که اد توی مزرعه داشت و بیشتر اوقاتش رو اونجا سپری میکرد. اما وقتی که میرسن میبینن که گویا اد اونجا حضور نداره، بنابراین فرصت رو مناسب میبینن برای اینکه به تنهایی وارد اون خونه بشن و در رو میشکنن و وارد میشن. اونا توی بدو ورودشون به مزرعه انقدر وضعیت حیات و خونه رو آشفته میبینن که تصمیم میگیرن برن داخل خونه رو هم چک کنن. وقتی که وارد خونه میشن خونه خیلی بوی بدی میداده و دیدن که وضعیت داخل خونه حتی بدتر از حیاته. مثلا دیدن که کلی کارتون و قوطی و کلی زباله های جور و جور وجب به وجب خونه ریخته. گوشه دیوارها و سقف‌ها تارعنکبوت بسته و میز و صندلی‌ها و کمدها بسیار کثیفن. وقتی که نور چراغ قوه رو کف زمین انداختن دیدن که سوسک و حشره‌ها همینطور روی زمین فراوونن و زیر پاشون چند تا موش دیدن. اما زیر این بوی ناخوشایند و غیر قابل تحمل یک بوی دیگه هم به مشام میرسید. اونم بوی گوشت تازه قصابی شده بود. کلانتر شلی بزدور داشت خودشو کنترل میکرد که بالا نیاره. کلانتر چند قدمی که رفت جلوتر چشمش به منظره‌ای افتاد که از ترس شوکه شد، که ظاهراً لاشه سر بریده‌ای بود که روی یک چنگک آویزون شده بود. شکم لاشه دریده شده بود و تمام اعماع‌اش از بدنش در اومده بود. اولین چیزی که به ذهن شلی رسید گوزن بود. اما باید بگم نه، اون چیزی که جلوی چشمای کلانتر شلی بود در واقع جنازه تازه قصابی شده بریس بود، مادر فرانک و صاحب همون فروشگاه. به این ترتیب مامورای پلیس تحقیقاتشون رو شروع کردن و اسم ادگی نه تنها در تمام آمریکا بلکه سر تا سر دنیا سر زبون افتاده بود. طی روزهای بعد مامورای پلیس متوجه شدن که جسد بریس تنها یکی از اولین شواهد از جنایت هولناکی بود که توی خونه اد انتظارشون رو میکشید. اونا در کمال حیرت کاسه های سوپی رو دیدن که از جمجمه آدم درست شده بود و روی بعضی از این کاسه ها هنوز لکه ها و تیکه های آخرین غذایی که اد خورده بود چسبیده بود. ماموران پلیس صندلی هایی رو دیدن که کفشون از پوست آدم دوخته شده بود. آباژور و سطل آشغالی هم که توی خونه اد بود با مهارت تمام از پوست آدم روکش و تودوزی شده بود. توی خونه اد چندین جعبه پیدا کردن که توی یکی از اونا باورتون میشه چند تا دماغ بوده و توی بعدی کمربندی پیدا شده که از نوک سینه انسان دوخته شده بود و توی جعبه دیگه آلت تناسلی زنانه گذاشته شده بود. توی خونه اد 9 تا ماسک پیدا کردن که از صورت 9 زن ساخته شده بود و همه اینا رو مثل یه تابلوی تزئینی به دیوار خونش وصل کرده بود. اونا حتی یک مچبند، پیشبند و یه جلیقه از پوست آدم پیدا کردن. در رابطه با اخلاقیات مادر اد اول ویدیو براتون یه توضیح جزئی دادم، اما میخوایم یه کمی درباره پدرش بدونیم. مردی کمبونیه بود، دائم الخمر بود، چندان حرفی برای گفتن در این مورد نداشت و معمولاً هم در تمام امور تابع همسرش بود. جورج یعنی پدر اد در سال 1940 از دنیا میره و ظاهراً خانواده زیاد براش سوگواری نمی‌کنن. با مرگ پدر وظایف بیشتری توی مزرعه به دوش اد و برادرش هنری میفته. اما بعد از اون توی سال 1944 بود که برادر اد یعنی هنری به طرز مشکوکی میمیره و اد به مامورای پلیس میگه که اون و هنری رفته بودن آتیش خاموش کنن توی جنگل و بعد از هم جدا شدن و بعد نتونسته که برادرش رو پیدا کنه. ولی بعد از اون وقتی که شعله‌های آتیش خاموش شد اون تونست خیلی راحت پلیسا رو ببره سر جنازه برادرش و در کمال تعجب پلیسا هیچ نشونه‌ای از سوختگی روی جسد هنری پیدا نکردن. طبیعتا این اتفاق باعث شد که خیلی نسبت به اد سوء ظن پیدا کنن، اما در نهایت مرگ هنری تصادفی اعلام شد. اد خیلی به مادرش وابسته بود
و احتمالاً برادرش رو کشته تا تمام توجه مادرش روی اون باشه. اما خب کمی بعد مادرش سکته مغزی میکنه، یه مدتی رو توی رخت خواب میمونه و بعد از اون فوت میکنه. به خاطر این اتفاق ضربه روحی شدیدی به اد وارد شد. اد توی بازجویی‌ها به راحتی به قتل 2 نفر اعتراف کرد، ولی سایر اتهامات رو انکار کرد و اصرار داشت که بقیه اعضای بدنی که توی خونش پیدا شده متعلق به اجسادیه که توی قبرستون بودن. و به خاطر همین ادعایی که کرد، پلیسا رفتن توی قبرستون و قبرها رو چک کردن، نبش قبر کردن و متوجه شدن که حق با اده. به خاطر همین زمانی که وارد دادگاه شد اونو به جرم قتل محاکمه نکردن، به خاطر اینکه قاضی معتقد بود که اد مشکل عقلی داره و اونو از تمام جرائمی که انجام داد تبرئه کرد. و در نهایت اد توی یک تیمارستان بستری شد. خب این پرونده‌ام به پایان رسید. امیدوارم که دوست داشته باشین. اگر خوشتون اومد لطفاً لایک و کامنت فراموش نشه، چون واقعا به من کمک میکنه. Rock-a-bye baby and the tree